رمضان نرقى بك رمضان عدت لنا رمضان وبقربه عم الأمان ونفوسنا فيه تصان وبصومه نرقى الجنان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. حدیث امروزه را میخوانم. از ابو هریره خداوند از او راضی باد از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمودند اگر کسی فراموش کرد چیز خورد و یا بیاشامید روزه اش را ادامه دهد، زیرا این خورد و نوش از طرف خداوند است. یعنی کسی که در روز رمضان فراموشاً خورد یا که آب نوشید روزه اش را دوام می دهد و این نوشیدن و خوردن از جانب خداوند است. خوش به حال چنین شخصان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.